بالاخره پروژه خط لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان با همه انتقادات محیط زیستی شروع به کار کرد. تأسیسات شیرینسازی آب در ابتدا و ساخت و جاگذاری هزاران کیلومتر لوله، صدها ایستگاه برق و پمپ‌های انتقال آب. هزینه این ابر پروژه فقط در فاز 1 بالغ بر 4 میلیارد دلار برای خط لوله و حداقل 6 میلیارد دلار هزینه تأسیسات شیرینسازی یا به عبارتی دیگه 10 میلیارد دلار برای تامین آب صنایع آببر که به دلایل نامعلوم در دل کویر ساخته شدند. حالا بیایید ببینیم برای نجات دریاچه ارومیه چه باید کرد و چقدر باید هزینه کنیم. این دریاچه که تا چند هفته دیگه کاملا خشک میشه، یه فاجعه محیط زیستی انسانی رو رقم میزنه. از گرد و غبار و طوفان‌های نمک تا سرطان و مهاجرت مردم شمال غرب کشور. کل زمین‌های کشاورزی حوزه این دریاچه در 3 استان چیزی بالغ بر 600,000 هکتار است که 88% آب مصرفی کل حوزه دریاچه رو به خودشون اختصاص دادن. با توجه به نرخ‌های رسمی اعلامی فقط با 70 میلیون دلار میشه کل این زمین‌ها رو آبیاری قطره‌ای کرد که 90% مصرف آبشون رو کاهش میده، یا به عبارتی 79% آب مصرفی کل حوزه دریاچه کاهش پیدا میکنه. جالبه بدونید با کاهش فقط 20% مصرف همین آب کشاورزی سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز دریاچه برای زنده موندن تأمین میشه. حالا چی کار میکنید اگه بهتون بگم با 140 لوم یا به عبارتی 7% همین هزینه انتقال آب شیرین به اصفهان میشه همه این کارا رو کرد؟ یعنی 140 بار میشه کل زمین‌های کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه رو آبیاری قطره‌ای کرد. به نظرتون چه دست‌هایی تو کارن که این دریاچه با همه ضرورت‌های اجتماعی محیطیش احیا نشه؟